سروران عزیز، شایسته مؤمن نیست که در دو میدان بازی کند. شایسته مؤمن نیست که دو چهره داشته باشد، دو رنگی، دو رویی، بازی در دو میدان، منافقت، ظاهر چیزی دیگر و باطن چیزی دیگر. این شایسته مؤمن نیست. متاسفانه امروز بسیاری ها از ما دچار این بیماری مهلک و خطرناک شده ایم و متاسفانه بسیاری از پیش نمازان و بسیاری از سفید ریشان و معتمدین هم مبتلا شدند به دو رنگی و به دو رویی. دلسوزانه عرض می کنیم به همه عزیزان، خصوصا به پیشنمازان و مولوی هایی که مسیر دو رنگی و دو رویی و منافقت و تملق و چاپلوسی را در پیش گرفتند و قد خدایان و به اصطلاح سردارانی که اهل تملق و چاپلوسی هستند و در دو میدان بازی می کنند، دلسوزانه به آنها می گوییم بترسید از این دو سه حدیثی که بنده خیرخواهانه عرض می کنم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هشدار دادند، تذکر دادند از یک انجام بسیار ذلت باری. ما را هشدار دادند ذو الوجهین فی الدنیا یاتی یوم القیامه وله وجهان من نار. هر کسی در دنیا دو چهره باشد، هر کسی دو رنگی و دو رویی را اختیار کند، در روز قیامت در انظار اولین و آخرین، در حضور جن و بشر، در محضر رب العالمین چنان حشر خواهد شد که دو چهره دارد، دو چهره آتشین. کسانی که دو رنگ و دو روح هستند، اهل تملق و چاپلوسی هستند، چنان حشر خواهند شد که دو چهره آتشین دارند. عزیزان من، یک انسانی اگر دو چهره داشته باشه، دو کله داشته باشه، چقدر وحشتناکه؟ وحشتناک نیست؟ آقا یک انسانی دو کله داره، یک بدن دو کله، دو چهره، چقدر وحشتناکه؟ و اگر این دو چهره آتشین باشند، کله از آتش، چشم از آتش، زبان از آتش، فک از آتش، تمام این چهره آتش، شعله آتش باشه، چقدر وحشتناکه؟ ای پیش نمازان، ای بعضی از پیش نمازان دو رنگ و دو رو، و ای بعضی از کد خدایان و معتمدین دو رنگ و دو رو، یک فکری به حال خود بردارید. نکنید کاری که در دنیا از نگاه خلق و خالق بیفتید و در صحرای محشر با دو چهره کریه و منفور و زشت و آتشین حشر بشوید. این روایت صحیح البخاری است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان شر الناس ذو الوجهین، بدترین انسانهای دو رنگ و دو رو هستند. یاتی هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه، این انسانهای دو رنگ و دو رو نزد یک گروه با چهره دیگر، با اظهار نظراتی دیگر، با سخنانی دیگر حاضر می شوند و نزد گروهی دیگر با رنگ و چهره دیگر حضور پیدا می کنند. اینها بدترین انسان ها هستند. مولوی ها متوجه باشید، کد خدایان، سفید ریشان آگاه باشید و تک تک ما باید آگاه باشیم و نسبت به این هشدارهای خطرناک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
آگاهانه عمل کنیم. بدترین انسانها آیا ظلم نیست که امروز یک پیش نماز که باید بهترین باشه، یک قد خدا و یک سفید ریش و معتمد باید بهترین باشه، چنان عمل کند که الله به او بگوید تو بدترین هستی، تو پسترین هستی. روایت ابی داوود است، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان له وجهان فی الدنیا کان له یوم القیامت لسان من النار. هر کسی در دنیا در دو میدان بازی کند، دو چهره و دو رنگ و رو داشته باشد، عمل کردش منافقانه باشد، در روز قیامت زبان او از آتش خواهد بود، زبان آتشین، چهره آتشین. بپرهیزیم، همه ما بپرهیزیم، در دنیا یک رنگ باشیم، با صداقت زندگی کنیم، با دیانت زندگی کنیم، از چند رنگی، از دوگانگی، از عمل کرد منافقانه و از این که گاهی اینجا و گاهی آنجا، گاهی بر این شاخ و گاهی بر شاخ دیگر دوری کنیم. این نوع عمل کرد باعث ذلت خواهد بود. الله عزت را به صادقان میدهد. همه چیز مادیات نیست. شخصیت خود را نفروشیم. الله به من و شما ارزش داده، عزت داده. با دولت هم یک رنگ باشیم، با ملت هم یک رنگ باشیم، با علما هم یک رنگ باشیم، با همه یک رنگ باشیم، یک چهره داشته باشیم تا که در صحرای قیامت با یک چهره در بارگاه پروردگار حضور پیدا کنیم. من به یاد آیات زیبایی افتادم که الله عزوجل می فرمایند وجوه یومئذ ناظره، چهره هایی هستند که در صحرای محشر ناظرتون، آنها زیبا هستند، درخشانند، دوست داشتنی‌اند، نگاهشان دوخته به زیبای الله رب العالمین. چهره‌های زیبا و منور، چهره‌های شکوفا، نگاهشان به زیبای پروردگار. وجوه یومئذ مسفره، چهره‌هایی هستند که درخشانند، تر و تازه‌اند، زیبا و شادمان و شادند. وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره، خندان، شادان. و وجوه یومئذ علیها غبره، چهرهایی که بر آنها غبار نشسته، ترهقها قتره، تاریکی بر آنها تاری شده. کسانی که در دنیا با صداقت زندگی کنند، یک رنگ و یک چهره باشند، انشاءالله آن چهره ها در صحرای محشر خواهند درخشید، به زیبایی خواهند درخشید و الله عزوجل را دیدار خواهند کرد. اگر اینجا منافقت کردیم سروران عزیز، منتظر آن عذاب و گرفت الهی باشیم. شخص خاصی مد نظر بنده نیست، خودم را هم تذکر میدم و شما عزیزان را. اما کسانی که الله متعال در اجتماع به آنها عزت و جایگاه و تکریم بخشیده، علما، سفیدریشان، متنفذین و معتمدین و انسانهای شایسته، بار آنها سنگین تر است، مسئولیتشان سنگین تر است. با دقت قدم بردارند، در تصمیمات، در اقدامات خدا پسندانه عمل کنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.